13 دکامبر شاهزاده کریم آقاخان چهار رهبر اسماعیلیون جهان به سن مبارک 85 رسید. آقاخان چهارم از سال 1957 اینک 64 سال باز رهبری اسماعیلیون دنیا را بر دوش دارد و یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های جهان اسلام در عرصه دینی و سیاسی دنیای امروزه اعتراف شده است. 4 سال پیش سازمان ملل متحد جایزه سالانه پیشوای جهان را به 3 شخصیت و 2 سازمان از جمله به شاهزاده کریم آقاخان چهارم سپرد و او را یکی از چمپیون‌های رقم 1 در راه اصلاح جهان امروزه عنوان کرده بود. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان نیز پیروی مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را رهبری روحانی خود مینامند و حاضر امام نامش میبرند. شاهزاده کریم آقاخان بار اول ماه می سال 1995 از بدخشان تاجیکستان بازدید کرد و روز اول سفر او به این منطقه همچون روز نور هر سال جشن گرفته می شود. اما امسال زودروز آقاخان چهارم در روزهای فرا رسید که اوضاع در هر دوی بدخشان هم تاجیکستان و هم افغانستان آرام نیست. بدخشان افغانستان تحت سلطت جنگجویان حرکت طالبان قرار گرفته است و بدخشان تاجیکستان در پایان ماه نوامبر به ناآرامی‌های روبرو شد که 3 ساکن این ولایت کشته و دست کم 16 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. شاهزاده کریم آقاخان 13 دکامبر سال 1936 در شهر ژنو شویتزار به دنیا آمده است. پدر او علی سلمان خان و مادرش تاج الدوله علی خان می باشند. کریم آقاخان معلومات میانه را در یکی از مکتب‌های مشهور شویتزار گرفته سال 1959 دانشگاه هاروارد امریکا یکی از معتبرترین مکتب‌های عالی هم امریکا و هم دنیا را ختم کرده است. کریم آقاخان در جوانیش ورزشگر هم بود و سال 1964 در المپیاد زمستانه در اینسبورگ استریا در مسابقه لیژرانی اشتراک کرد. بابای او سلطان محمد آقاخان سه قبل از وفاتش مقام امام اسماعیلی ها را نه به یکی از 2 پسرش بلکه به نبیرش کریم آقاخان وصیت کرد. کریم آقاخان 11 ایول سال 1957 بعد وفات بابایش زمان به مقام امام اسماعیلی ها رسید که همگی 21 سال داشت و هنوز دانشجوی هاروارد در رشته تاریخ اسلام بود. در پی رسیدن به مقام امام اسماعیلی های دنیا ملکه بریتانیا الیزابت به شاهزاده کریم آقاخان عنوان اعلیحضرت را عطا کرد. آقاخان 49مین امام شیعیان اسماعیلی و نسل 49م از فرزندان علی ابن ابوطالب و فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام حضرت محمد می باشد. شاهزاده کریم آقاخان توانست در دوره رهبریش بر اسماعیلیان جهان در زمینه نهاد مذهبی شبکه‌های خیلی قوی تجارتی، خیریه و معارف را بنیاد کرد. صندوق آقاخان در حال حاضر یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه و معرفتی به شمار می‌رود که به صدها هزار نفر در گوشه‌های گوناگون جهان کمک می‌رساند. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان می‌گویند در سال‌های جنگ شهروندی محض کمک‌های خیریه بنیاد آقاخان مردم این ولایت را از جنگ گرسنگی رهاند. شبکه‌های آقاخان همچون مؤسس دانشگاه آقاخان در پاکستان و دانشگاه آسیای مرکزی با بخشایش در خاروق تاجیکستان و نورین قرقیزستان می باشند. همین طور در تورنتو کانادا یک مرکز بزرگ اسماعیلی ها و آثارخانه کریم آقاخان بنیاد شدند. نیروگاه پامیر یک شبکه میمونخانه های سرین و شرکت تسل تاجیکستان از مؤسسه های اقتصادی و تجارتی است که از طرف شبکه های آقاخان چرخانده می شوند. شاهزاده کریم آقاخان 4 فرزند دارد. شاهدختر زهرا آقاخان، شاهزاده رحیم آقاخان و شاهزاده حسین آقاخان از همسر اولش بیگم سلیمه آقاخان و شاهزاده علی محمد آقاخان از همسر دومش بیگم انوره آقاخان.